سلام به کانال سمیدوش، خوش اومدید. من سمیرام و امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری برای خودتون پارتنر زبان آلمانی پیدا بکنید. یکی از مسائل مهمی که همه بچه‌هایی که دارن زبان آلمانی یاد میگیرن باهاش درگیرن اینه که پارتنر زبان آلمانی ندارن. من امروز بهتون آموزش میدم که چطور به راحتی بتونید یک پارتنر زبان آلمانی برای خودتون پیدا بکنید. و اون چیزی نیست جز اپلیکیشن تاندم. با هم دیگه این اپلیکیشن رو نصب میکنیم روی گوشی و بهتون میگم که چطوری این اپلیکیشن کار میکنه. اولین کاری که میکنید از اپ استور یا گوگل پلی میاید اپلیکیشن تاندم رو دانلود میکنید و روی گوشیتون نصب میکنید. دقیقاً همه این کارها رو من انجام میدم و با هم دیگه پیش میریم. اول اینجا مینویسم تاندم و دقیقاً شما بایستی همین اپلیکیشنی که من نشونتون میدم رو دانلود بکنید. میبینید یه همچین اپلیکیشنی هست، یه همچین عکسی داره. وقتی که اپلیکیشن تاندم رو شما نصب میکنید روی گوشیتون، در واقع وقتی که بازش میکنید یک چنین صفحه‌ای به شما نشون میده و شما بایستی بیاین برای خودتون اکانت بسازید. گزینه اول رو من میزنم و میرم برای اکانت ساختن. اگر جیمیل یا ایمیلتون روی گوشیتون بازه میتونید توسط اون برای خودتون اکانت بسازید. مثلا من با جیمیلم میسازم و همین مراحلی که من میرم رو شما هم دقیقاً برید. اپلیکیشن برای من باز میشه. از من اسم کوچیکم رو پرسیده و در واقع اسم فامیلم رو پرسیده و بعد اومده تاریخ تولدم رو پرسیده که من تاریخ تولدم هم وارد میکنم اینجا، به خاطر که این اپلیکیشن بایستی بدونه که شما چند سالتون هست. ایمیلتون هم وارد میکنید، جنسیتتون رو وارد میکنید که وایبلیش یعنی خانوم، منلیش یعنی آقا. من وایبلیش رو انتخاب کردم و بعد اینجا میتونید برای خودتون یک عکس انتخاب بکنید. حالا از داخل گالریتون حتما باید این کار رو بکنید، چون که این مرحله‌ای که زده اصلا بدون عکس انگار رد نمیشه. منم یک عکس انتخاب میکنم. خب من یک عکس انتخاب کردم و اینجا گذاشتم و گزینه وایت ها رو میزنم و ادامه میدم. و نوشته که حالا خیلی خوبه شما رو داریم میشناسیم و من گزینه ادامه رو میزنم و وارد اپلیکیشن میشم. اولین سوالی که از من میپرسه زبان مادری شما چی هست؟ زبان مادری من فارسی هست. من هم زبان فارسی رو اینجا انتخاب میکنم. اجازه بدین یکم بایستی بگردیم، پرزیش رو پیدا بکنیم، پرزیش و ادامه میدیم. البته شما اگر زبانی دیگه‌ای هست که در حد زبان مادری بلدین اون هم میتونید اینجا اضافه کنید. سوال دومی که از من پرسیده که روی چه زبانی شما تسلط دارین، یعنی چه زبانی رو خیلی خوب میتونید صحبت بکنید. که اینجا من زبان آلمانی رو انتخاب نمی کنم که حالا مثلا میخوام زبان آلمانی رو یاد بگیرم، میزنم انگلیسی. ولی اگر حالا زبان دیگه‌ای هم بلد نبودید جز زبان مادریتون بازم اشکالی نداره. سوال سوم پرسیده چه زبانی رو شما میخواین یاد بگیرید یا میخواین توش تمرین داشته باشید، که من اینجا زبان آلمانی رو انتخاب میکنم. و از من پرسیده که توی این زبان سطحم چیه؟ سطحم مبتدیه، پیشرفته است یا متوسطه؟ من میزنم متوسط. شما اگر مبتدی هستین بزنید مبتدی، اگر پیشرفته هستین بزنید پیشرفته. اصلا این قضیه اونقدری مهم نیست. و گزینه بعدی که برای ما آورده پایینش یه علامت داره که من آمادم که وارد حالا این صحبت یا گفتگو بشم. و توی این صفحه شما بایستی یه کوچولو درباره خودتون توضیح بدید. من میام یک چیز خیلی معمولی مینویسم ایش بین دویچلهره، مینویسم من معلم زبانم. میریم گزینه بعدی و نوشته که اون پارتنری که میخواین پیدا بکنین چه ویژگی های بایستی داشته باشه. شما هر چیزی میتونید بنویسید. مینویسم موتاشپراخلا، یعنی که حالا زبان مادریش زبان آلمانی باشه، ولی هر چیزی که دلتون بخواد رو شما میتونید بنویسید. و گزینه بعدی که پرسیده نوشته که
اون اهدافی که برای یادگیری این زبان دارین چیا هستن. مثلا من می‌نویسم مهاجرت، auswandern، ولی هر کسی هر دلیلی میتونه اینجا اضافه بکنه. و بعد نوشته که حالا شما ثبت نام شدین، حالا نوتیفیکیشنش هم برای من اومد و نوشته میخواین این نوتیفیکیشن هایی که برای این اپلیکیشن میاد براتون فعال باشه یا نه. اگر میخواین فعال باشه نوتیفیکیشن ها که این علامت آبی رو میزنید، اگر هم نه که گزینه دوم رو میزنید نیشتیتس و وارد این صفحه میشه که داخل این صفحه نوشته یک زمان کوتاهی احتیاجه تا تثبیت بشه، یعنی تایید بشه که شما توی این سایت ثبت نام شدید، توی این اپلیکیشن ثبت نام شدید. برای شما یک تاییدیه میاد و شما میتونید از این اپلیکیشن استفاده بکنید. و حداکثر 7 روز طول میکشه تا این تاییدیه برای شما بیاد، ولی معمولاً کمتر از 7 روز طول میکشه. دیگه نهایتش همون 7 روزه. خب ولی چون که من این اپلیکیشن رو قبلا توی گوشیم دارم، به شما میگم که چطور بایستی از این استفاده کرد. مثلا من زبان مادریم زبان فارسی هست و من میخوام زبان آلمانی یاد بگیرم. وقتی که من میام این اطلاعات رو وارد میکنم، این اپلیکیشن به طور خود به خود منو وصل میکنه به افرادی که زبان مادریشون آلمانیه یا خیلی خوب میتونن آلمانی رو صحبت بکنن و در مقابل میخوان زبان فارسی یاد بگیرن. من روی یکی از این افراد کلیک میکنم که به شما نشون بدم. مثلا ببینید این خانوم موتایشپراخه یا زبان مادریش آلمانیه و این پایینتر نوشته که این خانوم دوست داره فرانسوی، فارسی، انگلیسی و ترکی رو یاد بگیره. اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که وقتی که شما این افراد رو پیدا میکنین و میرین حالا توی صفحهشون باهاشون شروع میکنید به چت کردن، اون افراد سعی میکنن که اون زبانی که بلدن رو به شما یاد بدن و در عوض نیازه که شما هم به اونها فارسی یاد بدید. اینطوری هم شما میتونید دوستای آلمانی زبان پیدا بکنید و هم میتونید با فرهنگ کشورهای مختلف آشنا بشین. در واقع میشه گفت با یک تیر چند تا نشون زدید. شما میتونید با این افراد چت بکنید، ویدیو کال بکنید یا حتی براشون وایس بذارید. و اگر چیزی رو اشتباه بنویسین یا اشتباه بگین یا حتی اشتباه تلفظ بکنید، اون فرد به شما کمک میکنه که بتونید طرز صحیح اون رو بیان بکنید. حالا اگر اشتباه نوشتین بهتون میگه، یا اگر اشتباه بگین، گرامری رو اشتباه به کار ببرید، اون فرد برای شما این رو تصحیح میکنه. و در عوض اگر اون فرد سوالی داشت درباره زبان فارسی، از اونجایی که این زبان مادری شما هست، شما هم میتونید به راحتی به اون فرد کمک بکنید. در واقع میشه گفت یک معامله پایاپای هست. شما فارسی یاد میدید به اون فرد هم به شما آلمانی یاد میده. و من چند نفر دیگر رو اینجا برای شما نشون میدم که ببینید دقیقاً این اپلیکیشن شما رو به افراد درست وصل کرده. مثلا این فرد رو ببینید، زبان مادریش عربی و آلمانی هست، حالا احتمالاً دورگه هست و انگلیسی رو خیلی خوب میتونه صحبت بکنه و در عوض این زبانها رو دوست داره یاد بگیره که یکیش فارسی هست. و شما میتونید با هر کدوم از این افرادی که توی لیست برای شما آورده ارتباط برقرار بکنید و کارتون رو شروع بکنید. در واقع میشه گفت اینها میتونن برای شما یک پارتنر زبان باشن. دوستان این هم شد از اپلیکیشن تاندم که یکی از اصلی ترین اپلیکیشن ها برای پیدا کردن پارتنر زبان هست. حالا نه زبان آلمانی، بلکه هر زبانی که شما دارید یاد میگیرید. امیدوارم که این اپلیکیشن رو بتونید نصب بکنید و به خوبی بتونید ازش استفاده کنید. اگر هم قبلا از این اپلیکیشن استفاده کردید که از تجربیاتتون توی کامنت ها برای ما بنویسین. لایک فراموشتون نشه. اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین و زنگوله رو بزنید که وقتی ویدیو جدید میذارم ازش باخبر بشید. تا جلسات آینده و آموزش های دیگه، خدا نگهدارتون.